این تعریف دوستان سلام. قراره که برق رو به صورت مقدماتی از بیس بهتون یاد بدیم. خب برای اینکه بیس برق رو یاد بگیریم ما باید یه تعریفی از پایه داشته باشیم. ببینید دیگه از صفر باید اینجوری بهتون توضیح بدم که این یه ماده است. اجزای تشکیل دهنده ماده عنصره و اجزای کوچکتر این عنصر میشه اتم. اینو توی علوم فکر کنم سال 9م 8م حالا توی دوره یاد دادن. ما میدونیم که اتم از 3 جزء تشکیل شده: پروتون، نوترون و الکترون. هر کدوم از اینها یک باری رو دارن. پروتون بارش مثبت، نوترون خنثی‌ست، الکترون منفیه. ما اینجا اتم رو فهمیدیم چیه و اجزایی که داخل اتم هست. خب حالا که فهمیدیم اتم این اجزا رو داره، میخوام بهتون توی تصویر نشون بدم که به چه صورت. این هسته اتمه با بارهای پروتون، نوترون و الکترون. پروتون در داخل هسته، نوترون در داخل هسته و الکترون در اطراف هسته قرار داره. خب ما در طبیعت میدونیم که اتم از 7 لایه تشکیل شده. اتم از 7 لایه مختلف تشکیل شده که ما با لایه هاش زیاد کار نداریم و آخرین لایه شو که لایه والانسه کار داریم. لایه والانس کجاست؟ اینجوری بکشیم ما واضح تر، به این صورت که این هسته اتم ماست، بارهای مثبت، نوترون ها و لایه های الکترون. تو این لایه های الکترون ما بار منفی و در داخل هسته هم بار مثبت داریم. لایه آخر لایه والانسه که توی این لایه بیشترین الکترون رو داریم و در لایه والانس جدا کردن الکترون خیلی راحت تره تا مرکز هسته. چرا؟ این برمیگرده به بارهای همنام و ناهمنام. بارهای همنام دافعن، هم رو دفع میکنن. بارهای ناهمنام هم رو جذب میکنن که هرچی نزدیکتر به بار ناهمنامش باشه بیشتر هم رو جذب میکنن. پس ما توی لایه والانس کار داریم با برق که بتونیم این الکترون رو جدا کنیم از اتم. و دو تا نکته جالب بهتون بگم که توی این اتم پروتون وزنش یعنی جرمش 1840 برابر الکترونه. جرم پروتون 1840 برابر الکترونه، در حالی که اینجا پروتون
1/3 الکترونه، حالی که حجم کمتری داره وزن بیشتری داره. ما برای جدا کردن لایه والانس نیاز به یک نیرو داریم که گفتم بهتون باید یه نیروی غیر همنام به این بار وارد شه تا اونو جذب کنه. پروتون این اجازه رو به ما نمیده، میگه که من بار ناهمنامم و جذب میکنم خودم. این الکترون رو توی شعاع خودش نگه داشته و الکترون با سرعت خیلی زیادی دور خودش در حال چرخشه و دور هسته اتم هم در حال چرخشه. حالا زمانی که ما میخوایم اینو جدا کنیم یک سری چیزا بستگی داره. تعداد الکترونی که اطراف لایه والانس ما داریم باید یه تعداد مشخص شده باشه. ببینید مثل کربن فکر کنم 4 تا الکترون داشته باشه لایه والانسش، یه خورده سخت جدا کردنش. ولی یک عنصر دیگه ای برای مثال لایه والانسش 3 تا الکترون داره، لایه های بعدش 2 تا، لایه بعدش 1، یعنی مجموع 6 تا الکترون داره. هر چقدر تعداد الکترون های لایه والانس کمتر، جذب کردنشون توسط اون نیروی دیگه ناهمنام بیشتر. این تعریفش برمیگرده به هادی بودن و نیمه هادی بودن و عایق بودن که توی برق خیلی باهاش ارتباط داریم، سر و کار داریم و به هر حال هم هستیم. خب ما داریم برق از صفر، از اتم آموزش میدیم، از هسته اتم داریم آموزش میدیم، میایم جلو تا قشنگ بفهمیم کارو. وقتی میگن این جسم هادیه، خب شما بدونید هادی بودنش به چه علته. از اتم ما یاد گرفتیم، از صفرش یاد گرفتیم، از مولکول هم حذف کن، از اتم هم حذف کن، خب ما وقتی یکی بهمون میگه این جسم هادیه، این هادیه، این عایقه، ما بفهمیم یعنی چی. اینجا داریم توضیح میدیم هادی چیه، نیمه هادی چیه، عایق چیه. خب هادی چیه؟ هادی، نیمه هادی، عایق. هادی به جسمی گفته می شود که توی اتم هاش الکترون هایی که داره بین 1 الی 3 تا الکترون توی لایه والانس داره. توی نیمه هادی با 4 تا الکترون داریم و عایق بین 5 الی 8 الکترون. همونطور که بهتون گفتم هر چقدر تعداد الکترون زیاد شه جدا کردنش مشکل تره و میشه عایق. یعنی جریان الکتریسیته عبور نمیکنه. 4 نیمه هادی عبور میکنه ولی باید جریانش زیاد باشه. هادی هر چقدر تعداد الکترون کمتر باشه هادی قوی‌تر، رساتره، راحت‌تر الکترون رو جابجا میکنه. این از تعریف هادی، نیمه هادی و عایق رو گفتیم.
جمع‌بندی کنیم که کلا از این بحث بیایم بیرون. هادی به اجسامی گفته میشد که توی اتم هاش لایه آخر الکترون هایی که داره، هادی ها بین 1 الی 3 تا الکترون داشت. خب مثل چی؟ مثل طلا، مثل مس، مثل آلومینیوم. نیمه هادی ها 4 تا توی لایه والانسشون الکترون دارن، مثل سیلیسیوم، ژرمانیوم. و کجا کاربرد دارن نیمه هادی ها؟ توی ترانزیستورها، دیودها، اینا نیمه هادی هن. و هادی ها مثل پلاستیک، کاوچوب، چوب، لایه والانسشون 5 الی 8 الکترون داره. خب هادی ها کلا بحثش تموم.